درود بر دلیرمردان و دلیرزنان وطنم ایران. من علیاصغر سپهری برادر فاطمه سپهری امروز اینجا هستم تا از طرف خواهرم که نمادی از پایداری و ایستادگی در برابر رژیمی اشغالگر است سخن بگویم. رژیمی که گویا تلاش می کند که آینه تمام نمایی از شرارت باشد و در این راستا از کور کردن چشم مردم، حمله به آنها در کوچه و خیابان، صدور احکام فله‌ای 5 ساله و 10 ساله و 15 ساله برای جوانان و نوجوانان و چنان که بارها گزارش شده است حتی تجاوز جنسی پروایی ندارد. خانم ها و آقایان، از این که در اینجا جمع شده اید تا با خواهرم فاطمه ابراز همدلی و همبستگی کنید از شما بی نهایت سپاسگزارم. خواهرم فاطمه همسر خود را در جنگی برای حفظ وطن از دست داد و فرزندان خود را با چنگ و دندان بزرگ کرد. او مانند بسیاری از همسران و مادران ایرانی اگرچه در پشت جبهه‌های جنگ اما بی‌دریغ جنگی تا بتواند ایرانی آباد و آزاد را برای فرزندان خود برمغان بیاورد. اینک او مانند بسیاری از مادران ایران رنج‌های خود را مصادره شده توسط عده‌ای جنایت پیشه و چپاولگر می‌بیند که امروز و فردای کشور را برای پشتیبانی از تروریسم بین‌الملل و ضربه زدن به منافع ملی به مخاطره جدی انداختند. خانم ها و آقایان، چنان که می‌دانید خواهرم معتقد است که شخصیتی مانند شاهزاده رضا پهلوی با پشتیبانی مردم دلیر و آزادیخواه ایران فریدونوار قادر به مبارزه با ضحاک زمان و گذر دادن مردم از این شب سیاه است. خواهرم فاطمه سپهری معتقد است که با کمک و همراهی خانواده محترم پهلوی و به ویژه شاهزاده رضا پهلوی که مردم او را رضا شاه دوم و شهریار ایران می‌خوانند، افق پیروزی قابل رؤیت است. افق پیروزی قابل رؤیت است و بازگشت آزادی و امید و آینده و احیای ایران آزاد و با شکوه مانند آنچه پیش از فتنه 57 وجود داشت امکان پذیر است. اجازه دهید یک بار دیگر یادآوری کنم که خواهرم رژیم ضحاک زمان را تهدیدی نه فقط برای ایران بلکه برای کل بشریت می‌شمارد. حکومتی مبتنی بر فرقه‌گرایی، پولشویی، گسترش تروریسم که هم مردم ایران را مضروب می‌کند و می‌کشد و هم در سراسر جهان بی‌ثباتی و دهشت می‌آفریند و با تکیه بر دولت‌های جنگ طلب و متجاوزی مانند دولت فعلی روسیه. برای زمین زدن چنین نظام اهریمنی اراده مردم که خواهرم تنها یکی از آنهاست راسخ است و بازگشت ناپذیر، اما بی حمایت بین المللی و بی جلب توجه دولت‌های مقتدر جهانی و محافل حقوق بشری غلبه بر این شرارت آشکار زمانبر و دشوار خواهد بود. در پایان مایلم از توجه و فعالیت‌های بنیاد نفتی سپاسگزاری کنم. آزادی خواهد آمد حتی اگر از کاسه چشم ما گیاه روییده باشد. سپاسگزارم.